зуд одамон дар бораи он мегӯянд ки омӯзиш фоида надорад, ё онҳо ягон хел натиҷаро намебинанд ва ё ба ин ҳама боварӣ надоранд. гумон мекунанд ки ин ё он кас тасодуфан миллионер шудааст. ман ба ҳама шогирдонатон савол додам: оё оилаи ҳамаи шумо миллионер буданд? Ва ҳамаи онҳо гуфтанд ки не, ва аз ҷумла оилаи шумо ҳам, дуруст? бале, ман бепадар калон шудам. вақте падарам вафот кард, 1 сола будам. падари ман чӯпон буд, модарам дар колхоз кор мекард. мо ҳамин тавр калон шудем, аммо оилаи ман доро буд. برای آنکه در دهه کی داراست؟ همانی که رمه گوسفندان دارد. و من در چنین عائله به وای رسیدم. اما سالهای 90 ما همه را از دست دادیم. چرا؟ چون که 3 بار پول عوض شد. سپس جنگی شهروندی، من به شهر آمدم. انا میخیر. از این رو شرط نیست که در عائلتان کسی میلیونر باشد. شما میتوانید اولین شوید، درست؟ بله، شما میتوانید اولین میلیونر شوید که برای نسل‌های آینده تان استانداردهای نو می سازید. این خیلی مهم است. این نقش بسیار کلان می بازد. من چنین فهمیش پیدا می کنم که مثلا حیات امروزم را می بینم و حیات فرزندانم را. اگر انسان ثروتمند باشد، او حیات فرزندانش را 30 سال صرف می کند. آنها 30 سال عمرشان را صرف نمی کنند تا چیزهای عادی ترین ابتدایی را فهمند. سرمایه ابتدایی داشته باشند و غیره. از همه مرکبش همین است. از همه دشوارترین، این درازترین راه است. و چون پدر و مادری داره که این کار را می کنند، با چشمانت می بینی در این محیط به وایه می رسی، زود می فهمی. بعضا از من میپرسن اینقدر پول چی در کار؟ من میگویم پول برای صرف کردن اقلا 20 سال عمر فرزندان در کار است تا آنها با جستجو عمرشان را نگذرانند. بله استاد، شما با فرزندانتان چی را میآموزانید؟ مهمترین پرینسیپ ها کدام هایند؟ مهمترین پرینسیپ های من 5 تا اند. 5 تا. پرینسیپ های اولین درجه. پیش از همه با آنها خدا ترس بودن را می آموزانم. من فهمیدم که وقت ذهن معنوی انسان رشد یافته است، او به دیگران بدی را روا نمی بیند. ذهن معنوی گفته بعضی ها دین را می فهمند، بعضی ها آدمگری را می فهمند، بعضی ها باز دیگر چی را می فهمند. اما ذهن معنوی همین است، طرز حیات سالم و درست. من این را ارزش بلند انسانی می نامم. یکم همین را می آموزانم. دوم به آنها محض رشد قابلیت را می آموزانم. من حتی پسرم را مجبور کردم تا به ترینینگم پول داده بیاید. پسرم 8 سال پول جمع کرده بود و او در مستر کلاس من پول داده اشتراک کرد. همین خیلی است. او گفت که پدر میخواهم در ترینینگ های شما اشتراک کنم. من گفتم خب پسرم، فکری عالی، خیلی شادم که این را میخوایی. کی پولش را میدهی؟ او گفت من پسری شمایم کو؟ گفتم که بله، پول دادن در کار پسرم. من میتوانم نه همیشه با تو باشم. هیچ کس کفالت نمیدهد که من پگاه زنده خواهم بود. من همین خیل پدرم را گم کردم و پسرم همین خیل گفتم. هیچ کس نمیداند که من چند سال با تو خواهم بود. اما فراتر از این تو باید فهمی به چی پول دادن در کار، به چی نه. تو باید افضلیت را فهمی. تو میتوانی انتخاب کنی ولوسیپد میخری یا تلفن یا چیزی دیگر و یا به آموزش میروی. میدانی او به آموزش رفت، پولش را داد، کمی پولش نمیرسید، از کسی قرض گرفت، از مادرش یا کسی دیگر. همسرم او را راضی کرده گفته است پدرت به هر حال تو را به درسایش میماند، تو پول نده، در کار نیست. او باشد برای خود پول جمع میکند. بعد مادرش در بانک برای او صورت حساب کشاد، برده آنجا میماند. همین خیلی کم کم از کجا پول جمع میکرد؟ بعضا بیبیش نفقه پولیش را میداد، بعضا بابایش میداد، بعضا من، بعضا بهای 5 گیرت من پول میدادم. همیشه برای دستاوردهای خوبش مکافات پولی میدادم. همین طرف تربیت میکردم. اسلوب سیومی من همین است. حالا با این موضوع برمیگردیم. خلاصه او همین طور پول جمع میکرد. من گفتم که پول سپار. او پول سپرد و بوغالترم آن پول را آورده گفت پول محمد علی را میگیرید؟ من گفتم که نه، مثل همه به کس سپارد. و همه گروه من شاک شدند. آنها به من گفتند شما واقعا همین خیلی میخواهید؟ من گفتم بله، من پسرم را فریب کردنی نیستم. میخواهم که او از ایام کودکیش برای دانش پول دادن را یاد گیرد. همین خیلی، برای همین این خیلی مهم است. سیومی چیزی که می آموزانم، برای هر یک دستاورد مکافات می دهم.
پول میدهم، مخصوص پول میدهم یا چیزی تحفه میکنم اگر او خوب خواند، اگر یگان سوره قرآن را از یاد کند، اگر در مکتب اعلا خواند، اگر یگان کاری را خوب اجرا کند. مثال اگر یگان سپارش را به طور عالی اجرا کند تا او فهمیش پیدا کند که با عقل بودن فایده‌ناک است، خواندن فایده‌ناک است، با عقل پول کار کردن فایده‌ناک است. Учиться выгодно, умом зарабатывать выгодно. همین طور من به فرزندانم می آموزانم که کار ایجادی معاش از همه بیشتر دارد. تو می توانی پول بیشتر گیری اگر فکر کنی، اگر مهنتی جسمانی کنی. حالا آن چندان ارزش ندارد. باز اینکه به زودی همه این کارها را ربات ها می کنند. تکنولوژیا ها. این خیلی مهم است. پدیده چهارم که من می آموزانم با آدمان کار کرده توانستن است. چطور کار را تشکیل کردن، چطور گروه تأسیس دادن. من فرزندانم را مجبور می کنم که در مکتب آهسته آهسته با گروه سر و کار گیرند، با گروه کار کنند و غیره. اگر بینم که با گروه سر و کار نمی گیرند، خودم تشکیل می کنم و می گویم برو دوستانت را جیغ زن و بگو که این کارا کنید، آن کارا کنید. در بسیار مکتب ها فرزندان من سردار صنفند. من کوشش میکنم که آنها دائم با گروه سر و کار گیرند، چون که باید این را یاد گیرند وگرنه نمی شود. و پنجم، پرینسیپی من این خیلی است. فرزندان من باید کاری را توانند که من در سن و سال آنها نمی توانستم. آنها باید آنچه را دانند که من در سن و سال آنها نمی دانستم. من آنها را به بسیار سفرها میبرم، با آنها دنیا را نشان میدهم که در سن و سالشان من ندیده بودم. همین کار را میکنم. پرینسیپی من همین است. با آنها دنیا را نشان میدهم تا فکرانیشان تغییر یابد. آنها را به سفرها میبرم و چندین کشورهای عالم میبرم محض با همین هدف، تا که دیده پخته شوند. با شرکت‌های گوناگون، با آدمان گوناگونی موفق شناس میکنم. انسان وقتی که میبیند زودتر میفهمد. اگر نبیند در حال دانش مشخص پیدا نمی کند. مثال ما وقتی کلان شدیم فکر میکردیم ماکسیم گورکی یا لنین آدمان خیلی با عقل بودند. من باشم هیچ کسم، چون که ما آنها را ندیدیم. من فرزندانم را برده با بزرگان شناس میکنم. پسرم را برده نشان دادم که در اینجا دونالد ترامپ زندگی میکند. او هم مثل تو آدمی عادی است. در یاد دارم که بار فرزندم را با خود گرفته به واخوری وزیری رفته بودم، چون که من برای تربیت فرزندانم وقت زیاد ندارم. اما اگر وقت یابم فرزندانم را دائم با خود به هر جا میبرم تا که آنها شینند، خیزند، شنوند، بینند من چطور زندگی میکنم، چطور گفت و شنید میکنم. همین خیلی است. به مالزیا، به بانک مرکزی مالزیا رفتم. در برم دخترم بود. من انگلیسی رو نمیدونم که دخترم ترجمانی میکرد و او 9 ساله بود. او 9 ساله بود؟ اون 9 ساله بود. آنها به من گفتند این دخترک کیست؟ من گفتم او یاور من است، او ترجمه میکند. این بسیار جالب بود. من با انگلیسی گپ زدن نمیتوانم، اما فرزندانم میتوانند. من او را با خود گرفتم. او 9 ساله بود. او خوب ترجمه کرد. آن آدم حیران شد. من همین خیل میکنم. با وزیر واخوری داشتم و پسرم را با خود بردم. گفتم که پسرم به یک جا میرویم. او گفت به کجا؟ گفتم به واخوری وزیر. او گفت پدر مرا میمانند. من گفتم بله، میخواهم تو یادگیری. تو آرزو میکردی، تو دیدی. بار او را به واخوری دیرکتوری بانک ملی برده بودم. گفتم گوش کن، از تو خواهشی دارم. پس از کار بعد ساعت 4-5 مرا با گروه هم قبول کن. با خود 8 کس را گرفتم، جیانهایم، فرزندانم را، و به بانک ملی رفتیم. میدانی چرا؟ چون که خواستم آنها بینن. من یکی رو پرسیدم تو کی میشوی؟ گفت که تکسیس میشوم. تو کی میشوی؟ من کلان شوم دیرکتوری مکتب میشوم. تو کی میشوی؟ کارمند گئی میشوم. چرا گئی؟ چون که عمکم کارمند گئی است. چرا دیرکتوری مکتب میشوی؟ چون که بیبی هم دیرکتوری مکتب است. چرا تکسیس میشوی؟ چون که پدرم تکسیست است. من در حال فهمیدم این آدمان از ایام کودکی تنها آنچه را آرزو میکنند که میبینند. اکنون تو فکر کن، من آنها را به شرکت‌های گوناگون می‌بردم. ما به کابینت دیرکتوری بانک ملی در آمدیم. از آنجا می‌برایم. من شام در خانه در سر دسترخوان می‌پرسم تو کی می‌شوی؟ بانکیر؟ تو کی می‌شوی؟ میلیونر؟ تو چی؟ انسان وقتی می‌بیند می‌فهمد که این واقعی است. فکرانی و جهانبینیش تغییر می‌یابد. بله درست. او الکی در همین سطح قرار می‌گیرد، خود را تیار می‌کند.